تو زبان انگلیسی چند تا روش مختلف برای سلام کردن وجود داره که توی این ویدیو میخوام تک تک اینا رو خدمتتون عرض کنم و تفاوتاشو بگم. ببینید طرز سلام کردن هر کسی نشون دهنده شخصیتشه. مثلا وقتی یه نفر به شما میاد میگه سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبی شما باش یه جور برخورد میکنید. وقتی یه نفر میاد میگه سلام علیکم داش، شما یه جور دیگه باش برخورد میکنید. بنابراین دونستن تفاوت این واژه‌ها مسئله بسیار مهمیه. اولین واژه‌ای که میخوام خدمتتون بگم اینه hello. واژه hello مؤدبانه ترین و رسمی ترین حالت سلام کردن تو زبان انگلیسیه. اگر با یه نفر رو در وایسی دارید یا میخواید بهش احترام بذارید یا یه جای رسمی رفتین باید بگید hello. رایج ترین روش برای سلام کردن تو زبان انگلیسی اینه hi. ببینید های دقیقاً مثل hello مؤدبانه است و هر جا که بخواید میتونید استفاده بکنید. فقط یه فرق کوچولو داره، فرقش هم اینه که های یه خورده صمیمانه تر هستش. برای دوستای صمیمی، برای اعضای خانواده یا حالا هر کسی که باش رابطه نزدیکتر دارین میتونید های استفاده بکنید و در سایر موارد بهتره هلو استفاده کنید. البته استفاده از هلو یا های به شخصیت شما مربوط میشه و اینکه شما جنس رابطتون با طرف مقابل چجوریه. دو تا اصطلاح دیگه هم هستش که بین دوستای صمیمی خیلی رایجه و جوونا و نوجوانا خیلی ازش استفاده میکنن. فقط حواستون باشه که این دو تا اصطلاح رو نباید به افراد غریبه بگید یا با افرادی که باشون رو در وایسی دارید یا جای رسمی نباید این حرفا بزنید چون ناراحت میشن. اولی اینه هی، یعنی دوستاتون رو میبینید میتونین بگین به جای های بگین هی. دومی هم هی یو. این اصطلاح هی یو رو شما احتمالاً توی فیلم‌ها، تو موسیقی‌های رپ یا هیپ هاپ زیاد شنیده باشید. این اصطلاح هم بین نوجوانا و جوونا خیلی رایجه و خیلی هم تو فیلم‌ها استفاده میشه. حالا میخوام چند تا اصطلاح دیگه بهتون یاد بدم. این اصطلاحات معمولاً زمانی استفاده میشن که شما وارد یه جمع دوستانه میشید و میخواید به جمع سلام کنید. اولی hello there th ز نوک زبونیه ها، د نیستش، در غلطه، there hello there. یه ذره صمیمیترش میشه hi there. یه ذره دوباره صمیمیترش میشه hey there. خب یه اصطلاح دیگه هم هستش hey guys یا hi guys، هر دوتاش درسته، hey guys یا hi guys. اگر ویدیوهای یوتیوب یا فیلم ها رو دیده باشید، دقت کرده باشید، یه نفر وارد جمع میشه معمولا میگه hey guys یعنی سلام بچه ها، سلام رفقا، سلام دوستان. این کلمه گای یعنی آقا، ولی وقتی جمع بسته میشه معنیش یه خورده عوض میشه، یعنی این معنی رو هم میده، رفقا، دوستان. بنابراین hey guys یعنی سلام دوستان، سلام رفقا. دو تا اصطلاح کوچه بازاری دیگه هم هستن که بین دوستای صمیمی خیلی استفاده میشن. اگرچه این دو تا اصطلاح شکل سوالی دارن ولی اصلا لزومی نداره شما جواب این سوال رو بدید، به خاطر اینکه اینا در واقع سوال نیستن، سلام هستن، نوعی سلام کردنه. ما تو فارسی هم داریم نمونهشو، مثلا به طرف میگی چطوری، میگه قربونت، در صورتی که قربونت یا نوکرت هم جواب این سواله نیستش. اولین اصطلاح اینه what's up یا what is up. What's up یعنی چطوری یا چه خبر، چی کار میکنی، همه معنی ها رو میده. در پاسخ به what's up میتونید بگید hi یا hey یا hey yo، همه اینا رو میتونید بگید. یه نکته خیلی مهم در مورد واتساپ بهتون بگم، واتساپ دو تا تلفظ دیگه هم داره. توی اصطلاحات کوچه بازاری بعضی وقتا میگن what's up، نمیگن what's up. متوجه شدین؟ what's up. یه چیز دیگه هم بهش میگن sup. پس اگه توی فیلم ها دیدین what's up یا what's up یا sup، همه اینا یه معنی میدن، what's up یا what is up. اصطلاح بعدی اینه howdy مخفف how do you do هستش، یعنی چی کار میکنی، چه خبر. وقتی یه نفر به شما میگه howdy، شما هم باید بهش بگید howdy. در واقع نباید به این سوال جواب بدید بگید مثلا من دارم فلان کار میکنم، این نیستش. شما باید بهش بگید howdy، یا اگر میخواین میتونید بگید hi یا hey yo، همه اینا درستن میتونید بگید، ولی عموما میگن howdy. یه نکته مهم در مورد هاودی وجود داره، در بعضی از قسمت‌های امریکا به هاودی میگن هاودا.
اینجوری تلفظ میشه. هاودا. معمولا سیاه‌پوستا اینجوری تلفظ میکنن. هاودا. احتمالاً توی موسیقی رپ یا هیپ هاپ شنیده باشید. هاودا. هاودا. یه واژه دیگه هم هستش که انگلیسی نیست، در واقع ریشه اسپانیش داره، ولی توی امریکا گهگاه استفاده میشه. من اینم میگم اگه جایی توی فیلمی چیزی دیدید متوجه بشید که این چیه. اونم اینه. اولا. اولا که از واژه اولا توی اسپانیول میاد. اولا یعنی سلام. اولا. معمولا میگن اولا کتل. اولا کتل. سلام چطوری؟ اولا کتل. خب دوستان، من رایج‌ترین اصطلاحات مربوط به سلام کردن رو خدمتتون عرض کردم. البته موارد دیگه‌ای هم هستن ولی خب فعلا به دردتون نمیخورن چون زیاد استفاده نمیشن. اگر این ویدیو واقعا براتون مفید بوده لطفاً این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید. اعداد نقش بسیار مهمی توی زندگی ما دارن. مثلا برای شمردن پول، برای خوندن ساعت، برای خوندن تابلو و خیلی موارد دیگه ما به اعداد نیاز داریم.